به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و گرامی. علامه فیلسوف مورخ بزرگوار ابن خلدون مؤسس علم جامعه شناسی در کتاب نفیس خود المقدمه میگوید الانسان مدنی بالطبع، انسان موجود جمعیتی است، در تنهایی نمیتواند زندگی کند. این نکته را علامه فقیه قاضی ابوالحسن ماوردی در کتاب خود ادب الدنیا و الدین نیز به چنین عبارت تعبیر نموده است: الانسان مطبوع علی الافتقار الى جنسه، یعنی انسان فطرتاً به انسانهای دیگر نیاز دارد، به دوستان، به همکاران، به همنشینان، یعنی نمیتواند تنها باشد. با دیگران بودن از نیازهای ضروری و روانی انسان است. پس وقتی که انسان فطرتاً خلقتاً به شخصان دیگر نیاز دارد، میباید با آنها باشد، در جمع دوستان و آشناها عمر بسر برد، پس برای او ضرور است که دوست برای خود انتخاب کند. انتخاب دوست کاری خیلی جدی و کاری خیلی مهم در حیات و کاری است که از انسان دقت می‌طلبد و میباید انسان هوشمند در انتخاب دوست، آنگونه که در انتخاب خانه و در انتخاب مثلا خریداری یک ماشین دقت میکند، پرسجو میکند، اهمیت میدهد، میباید به مراتب در انتخاب دوست بیشتر اهمیت دهد. زیرا دوستان عزیز، اگر من و شما فرضاً در انتخاب خانه، در انتخاب ماشین، در انتخاب هر چیز دیگر از امور مادی حیات اگر خطا کنیم و خود ضرر مادی میرسانیم، اما وقتا در انتخاب دوست، رفیق، وقتی که اشتباه میکنیم به اخلاق خود، به معنویات خود، به دین و به ایمان خود ضرر میرسانیم که البته نزد مسلمان هوشمند ضرر رساندن یا ضرر دیدن دین و ایمان، مصیبت دین بدتر و سختتر از هر مصیبت دیگر است. چرا انتخاب دوست و همنشین تا این حد کاری بوده که انسان میباید دقت کند، اهمیت دهد؟ از این جهت است که اخلاق و رفتارها، کردارها طبیعتی سرایت شوی دارند، طبیعتی از کسی به کسی دیگر انتقال یافتن دارند، مثل بیماری های سرایت کننده. بدون آگاهی اخلاق و کردار و رفتارها به کسی دیگر میگذرند، به همنشین تأثیر میرسانند. بدین خاطر انسان میباید برای خود شخصی با ایمان، شخصی با اخلاق، شخصی با فرهنگ، با فهم، با ادراک را انتخاب کند، دوستی کند، با این گونه نفران همنشین شود. همنشینی با نیکان انسان را به تدریج از جمله نیکان میگرداند و همنشینی با فاجران و فاسقان و بدکاران و ظالمان به تدریج انسان را در دایره آنها وارد میکند، به طبیعت آنها، به اخلاق آنها میکشد. امام بزرگوار فقه و حدیث امام سفیان ثوری میگفتند تأثیر هیچ چیزی در فاسد سازی اخلاق کس و یا صالح نمودن آن مثل همنشین نیست. شاعر در این بیت با حکمت خوب گفته: لا تسأل عن المرء واسأل عن قرینه ان القرین بالمقارن یقتدی. تا اگر خواهی شخصی را شناسی، از خود او درباره شخصیت او مپرس، بلکه بپرس دوستان او که هستند، خود او معرفی خواهد شد، زیرا هر کسی به شخصانی مثل خودش دوستی میکند، همنشینی میکند. تا اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. تأثیر همنشینی نیک و همنشینی بد را بر شخص، پیشوای همه آموزگاران عالم، سید فرزند آدم، حبیب خداوند عالم، فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم، به یک تمثیل زیبای بیان کرده گفتند: انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. یعنی مثال همنشینی نیک و همنشینی بد به مانند عطار و آهنگر است. عطار یا از عطر خود برای تو تحفه می کند و یا تو از عطر او خریداری می کنی و یا لااقل از بوی خوش او به تو می رسد. اما نزدیکی به آهنگر یا لباسی تو را می سوزاند و یا از بوی بدی او به تو می رسد. حکیم شیراز سعدی عارف نیز قصه آن گلی خوشبوی که دریافته بود در نظم خوب بیان کرده فرموده است:
گلی خوشبوی در همان روز رسید از دست محبوب به دستم. بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. کمال همنشین بر من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. بله، این قانون در عالم اخلاق و در عالم اصلاح نفس و خودسازی نیز همین است. انسان چون با شخصان کامل، شخصانی با معرفت، شخصانی با علم و فرهنگ و هوشمند هم نشین شود، صاحب کمال می شود. و چون با شخصانی ناقص هم نشین شود، در اخلاق او، در ایمان او، در معرفت او نقصان دیده می شود. و از بس که انسان در مرحله های اول عمرش بیشتر تأثیر پذیر است، محیط به او با آسانی تأثیر می رساند، متخصصان ساحه تربیت فرزند به این نظرند و چنین می گویند که هر والدینی که برای فرزندان خود توانند که دوستی نیک پیدا کنند، فرزندان خود را در دایره رفیقان نیک وارد کرده توانند، الکی در مسیر تربیت نیم راه را طی کردند. بنابراین دوستان گرامی، هر شخصی که می‌خواهد در راه اصلاح خودی، در راه خودسازی گام بردارد و خود را به زینه‌های بلندتر در اخلاق و کردار و ایمان و تقوا برآورد، باید داند که بهترین وسیله برای حاصل گشتن این مراد خود را در جمع نیکان انداختن است، خود را با شخصان نیکنام و نیک رفتار همراه نمودن است. به امید سربلندی و سعادتمندی در دنیا و در آخرت. خدا یارد.